آقا مهدی میری یه چای دبش بیاری بزنیم؟ چشم. یه لیوان؟ یه لیوان. چشم. آقای نجفی خدمت شما بفرمایید، اینم یه لیوان چای دبش. میگم آقای نجفی، میگن این چای دبش اینجوری چند میلیاردها کلاهبرداری میشه مگه؟ یه چایی به این سادگی؟ حالا کشیدن؟ بله. آره چه نمیشه. چطور مگه؟ مواد و وسایل لازم داره. میخوای برای توضیح بدم؟ وسایل لازم داره؟ آره کاری نداری. ممنون میشم اگه توضیح بدی یاد بگیریم. برای توضیح میدم که بله. چجوری میشه میلیاردها بالا کشید. این که چای که راحت تر میره بالا. ببین البته وسایلش یه پیرن یقه گرد میخواد، من اون نداشتم، حالا دیگه باید ببخشید دیگه. بعد یه مهر پیشونی میخواد، اونم دستگاهش چین درست کرده ولی من اونو چون نداشتم حالا همین مهر رو میچسبونم که توضیح بدم به شما. به این سادگی. بعدش هم یه دونه چفیه، این چفیه رو میندازی اینجا، بعد به همین سادگی. بعد حالا یه قند برمیداری، این چایی دبش، قند رو میزنی تو این چایی که حلالش کنه. یه موقع مشکلاتی چیزی هم داشته باشه با این درست میشه دیگه. به همین سادگی میره بالا. مرحله‌ای هم میشه، یه دفعه هم میشه. حالا ما مرحله‌ای میریم بالا. عجب، پس رازش این بوده. چای دبش میلیاردها بالا رفت همینجوری به این سادگی. عجب، خیلی ممنون، تشکر. متوجه شدی دیگه؟ بله، دست شما درد نکنه، واقعا عجیب بود. ممنون.